خوش آمدید به شهر خوجند باستانی، یکی از شهرهای قدیمی آسیای مرکزی. یک نظر سیر و تماشا شهر خوجندم بیا. شما آیا باری به شهر خوجند آمده اید؟ پس اگر نه، من به شما 7 سبب را میگم حتما باید به شهر خوجند بیایید. رفتیم. خوجند مرکزی معموری شمال کشور و دومین شهر کلان تاجیکستان به حساب رفته تاریخی بوی و رنگین دارد. به گفته باستانشناسان شهر افسانوی خوجند هنوز در عصر 4-6 پیش از میلاد بنیاد یافته تاریخ چند هزار ساله دارد. این منطقه مرکزی مهمی سودا و فرهنگی بوده در راه بزرگ ابریشم قرار داشت. خوجند یک نقطه کلیدی راه ابریشم به حساب می رفت که شرق و غرب را به هم می پیوست. از اینجا کاروانهای تجارتی می گذاشتند که در آنها مال و کالا اینچنین علم و فرهنگ و مدنیت مبادله می شد. در خوجند یادگارهای معماری و ارخئولوژی را یافتن ممکن است که از تاریخ بوی این شهر شهادت می دهند. به این بناهای قدیمی، مقبره ها و دیگر آثارها داخل می شوند. در شهر خوجند یادگارهای تاریخی از قبیل قلعه خوجند و آرامگاه شیخ مصلح الدین حفظ شدند که با اصول معماری خود در منطقه نادر می باشند. در شهر شاه اثرهای معماری از جمله آرامگاه شخصانی برجسته تاریخی، چایخانه ها، آثارخانه و بناهای باستانی و زمانوی جایگیرند که در خود عنصرهای معماری قدیمی و معاصر را تجسم می سازند و برای تماشا واقعا جالب هستند. عنصرهای معماری دوره‌های گوناگون و تأثیرات فرهنگی را انعکاس می‌کنند. خوجند با نظرداشت جایگیرشوی مساعد در درآمدگاه وادی حاصلخیز فرغانه همچون مکان پرغناوت فرهنگی، مرکز مهم سودا و هنرمندی به تاریخ وارد شده است و تا هنوز برای منطقه اهمیت خاصه دارد. خوجند میدان تجارت، تبادل افکار و ملاقات فرهنگ‌های گوناگون خلقیت و ملت‌ها بود و باقی مانده است. این یکی از کلانترین بازارها در آسیای میانه است که سال 1964 با اصول معماری جالب ساخته شده است. بازار پنجشنبه یک مکان تماشاباب است که در آن شما می توانید با سنت‌های محلی سودا و تجارت آشنا گشته از فضای آن حلاوت برید. مردم خوجند با فرهنگ دیرینه دوستی و مهمان‌نوازی خود از قدیم مشهورند. آنها از پذیرایی مهمانان و معرفی مدنیت و فرهنگ خود خوشحال می شوند و با بهترین عنعنه‌ها از مهمانان پذیرایی می کنند. این 7 سبب بود که از نگاه ما هر نفر باید به شهر خوجند بیاید. البته این سبب فکر شخصی ما بود که در اساس عامل‌های معمولی شهر خوجند ما آن را منظور شما کردیم. شما کدام جالبیت‌های شهر خوجند را می‌دانید که برای سیاحت، برای تماشا می‌تواند باعث شود که دیگران حتما باید به شهر خوجند بیایند؟ در شهر همین نواس نویسید.